برای محکوم کردن دولت روسیه و هر کشوری هستند که از جمهوری اسلامی ایران و از دولت احمدی نژاد حمایت میکنه. مستقیم و خواستیم که قطعنامه ایرانیان را در محکوم کردن دولت روسیه و نامه‌ای که برای این سفارت فرستادیم اون را مستقیما به دست کارکنان سفارت بدهیم. دولت روسیه گویا به سفارت خودش دستور داده که هزار ایرانی رو نادیده بگیره و به ما گفتن نامه خود را در صندوق پستی بگذارید. بسیار ساده است. این قطعنامه در رسانه ها، در سایت ها، در رادیو تلویزیون ها منعکس شده، منعکس خواهد شد و هیئتی روز دوشنبه صبح جلوی سفارت حاضر خواهیم شد. یکی از عزیزان ما که صداش رسادره اجازه بدید که برای همگان قرائت بکنه. Till Rysslands ambassad i Stockholm den 25 juli 2009.